بخون. چرا رفتی چرا من بیقرارم بستر صدایم گوش تو دارم. عزیزم من چرا رفتی چرا من بیقرارم پسر صدای گوش تو دارم. اینجی که نمیگن کارا بیا از اول با هم تمرین کنیم. چرا ای بابا میگم چرا رفتی چرا من بیقرارم پسر صدای آغوش تو دارم. یه بار دیگه ای بابا میگم چرا رفتی چرا من بیقرارم پسر صدای آغوش تو دارم. اشتباه خوندم؟ آره بیا از اول بریم. چرا رفتی بازم بد خوندی. چرا رفتی چرا من بیقرارم چرا رفتی چرا من بیقرارم. اینجوری بخونم باش. چرا رفتی چرا من اونم مثل یادپسته نینجا بود. این قرمزه زدم مثلش بود. درست خوندم کامیاب؟ نه چرا رفتی چرا من بیقرارم. منم همینو گفتم دیگه. باید مثل من بخونی قشنگ صدام شیرین شده. میرم یه چیزی شیر کاکائو میخورم صدام شیرین بشه. نه صدا